روز خوش. امروز اومدیم با اولین ویدیوی گل‌های رزینی مرحله 1. امیدوارم بتونم تو 5 تا ویدیو براتون تمومش کنم. چیزهایی که لازم داریم برای مرحله اول و درست کردن گلبرگ هامون، سیم های مفتولی هست که شما میتونید بنابر نیازتون از هر کدوم از این رنگ ها و یا حتی رنگ سفید هم استفاده بکنید. به یه سری ابزار نیاز داریم برای فرم دهی گلبرگامون. میتونید از این فرمایی که به صورت قالب های کیک هست استفاده بکنید. میتونید هم از ابزارهای ساده تری مثل چیزایی که تو خونه پیدا میشه و قطر مورد نیاز شما رو به شما میده، حتی یه قوطی لاک استفاده بکنید. من برای اینکه کار واضح‌تر مشخص بشه این بار از سیم مشکی استفاده کردم، ولی شما میتونید از هر سیمی که مایل هستید و به کارتون میاد استفاده بکنید. مرحله اول اینه که ما سیممون رو به اندازه دلخواه برش میزنیم. دور اون سایزی که ابزاری که داریم و سایزی که مورد نیازمون هست میذاریم. دقت کنید، نکته مهم اینجاست که وقتی که این سیم رو میخوایم بپیچیم انگشتمون رو زیر کار قرار میدیم و محکم این رو میپیچیم و همینطور که میبینید به نوعی این انگشت ما باعث قفل شدن پایین کار میشه. وقتی که این کار رو انجام میدید کار رو از قالب در میارید. شکل دایره‌مون رو داریم. برای گلبرگ های دایره ساده همین میزان پیچ دادن کافیه و حالا برای مدل های مختلف شما میتونید این گلبرگ رو به فرم های مختلف در بیارید. پس مرحله اول استفاده از سیم، ابزار و گرد کردن سیمه. یعنی ما هر فرم برگی که بخوایم درست کنیم فقط کافیه که اون رو به صورت فرم گرد دراریم تا مرحله بعدی رو با هم دیگه ببینیم. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم رنگ های جوهری ترانسپرنت هستن که حتی مشکیش رو هم اگر شما استفاده کنید در غلظت کم میتونید یه کار مشکی سبک لایت به این قشنگی داشته باشین. یه مورد دیگه از رنگ هایی که فراموش کردم در قسمت رنگ های پودری بهتون بگم رنگ های کروم هستن. رنگ های کروم چجوری هن؟ همونطور که میبینید یه شاین کروم خیلی زیبا دارن و این باعث میشه که کارهای ما خیلی جذاب بشه. نمونه رنگ کروم ما الان اینجا هست. کروم ها میتونن رنگ بندی طلایی، سبز و رنگ های متفاوتی رو داشته باشن. شاینی که میدن، حتی شاین هولوگرامی که چند وقت پیش خیلی معروف شده بود، با استفاده از همین رنگ های پودری هست. فعلا تا اینجا رنگ هایی که ما استفاده میکنیم همینا هست. بریم تا ویدیوی بعدی نحوه درست کردن رزین، ترکیب رنگی و بقیه موارد رو بهتون آموزش بدم. تا دیدار دیگر، بدرود. درود بر شما. توی این ویدیو قراره در مورد انواع رنگ هایی که ما توی ساخت گل های رزینی مفتولیمون استفاده میکنیم براتون یه توضیح بدم. همونطور که میدونید رزین خب خودش حالت شیشه‌ای و شفاف داره. بدون اینکه رنگی از توش استفاده بکنیم گل های ما به این حالت های جذاب هیجان انگیز در میان. حتی میتونیم توی برگ هامون ازش استفاده کنیم، برگ های شیشه‌ای داشته باشیم و مدل های مختلفی رو درست کنیم. این رنگی که شما الان میبینید از رنگ پودری صدفی درست شده، یعنی ترکیب این رنگ پودری که یک مدل از رنگ هایی که ما توی رزینمون استفاده میکنیم هست. این رو قاطی رزین میکنیم، بعد از قالب گیری تبدیل به این رنگ صدفی جذاب میشه. بسته میزان پودری که توی رنگ میریزید میتونه میزان شفافیت رنگمون و پررنگ و تیره بودنش رو مشخص بکنه. مورد بعدی از که این پودریا مدل‌های مختلفی دارن. پودری متال داریم که میتونید اینجوری رنگ‌های اینجوری طلایی، نقره‌ای دارن. طلاییشون 3 مدل: طلایی اشرفی، طلایی کاهی و طلایی ساده هست. میتونید از طریق پودریا استفاده بکنید. مورد بعدی از رنگ‌های پودری فلورسنت هست. یعنی شما اینها توی رنگ‌بندی‌های مختلفی وجود داره. شما میتونید بریزید و کارتون رو شب‌نما کنید. یعنی همین که این یه رنگی خودش داره و همین که شب وقتی که چراغ خاموش میشه اینها فلورسنت میشن و رنگ‌های جذابی رو تولید میکنن. مدل بعدی رنگ‌های خمیری هست. همونجوری که میبینید حالت خمیری شکل داره. معمولاً کارهایی که تولید میکنه کارهای مات هست، یعنی رنگ
ها رنگ هایی که ترانسپرنت نیستن، کاملا کاور میکنه کار ما رو و این هم رنگ بندی های خیلی مختلفی داره و حتی میشه که این رنگ های خمیری و من حتی تو چند مورد با هم ترکیب هم کردم و جواب خیلی قشنگی گرفتم. مورد بعدی رنگ های جوهری الکلی هستن. یعنی چی؟ یعنی که این رنگ ها محصولی که به ما میدن محصولات شفاف هست، مثل این کار، یعنی ترانسپرنت هستن، اون ورش کاملا پیداست و در این حال رنگ های خیلی جذاب و دلانگیزی داره. حالا جالب اینجاست که بدونید این رنگ های خب من چند سایز مختلف از این حلقه ها هم با سیم نقره‌ای و هم با سیم مشکی آماده کردم. سیم مشکی خب الان توی ویدیو بهتر دیده میشه، اما طبق تجربه من سیم های روکشدار، یعنی روکش پارچه‌ای داشته باشن، خیلی در کار ما راحت نیستن. تا اونجا که ممکنه از سیم سایز 3 استفاده بکنید، ظریف‌تر، کارها بسیار قشنگ‌تر در میاد. خب برای مرحله اول من میخوام برگ چشم آهویی رو درست کنم. میام به کمک ابزارم از وسط این رو همجور که میبینید میکشم. این کاملا صاف میشه. وقتی این کاملا صاف شد میتونم بیام از وسط این رو فرم بدم و به طور مثال یک برگ چشم آهویی یا چشمی درست بکنم. این یک مدل از گلبرگ هاییه که ما معمولا استفاده میکنیم. میتونید میزانش رو با کم و زیاد کردن فشار دستتون این مدل رو تغییر بدید. مدل بعدی که میخوام بهتون یاد بدم مدل برگ های گل رز هست که به این صورت هست که شما از یه ابزاری که سر گرد داشته باشه که اینو بتونه نرمتر فرم بده، میاین شکل برگتون رو فرم دلخواه میدین و اگر دوست داشتید که همه برگ هاتون شبیه هم باشه، وقتی که چند تا از اینا رو دسته‌ای درست کردید با هم میتونید به اینها فرم بدین. میزان پهنی و فرمی که میخوایم بدین میتونه همه با هم دیگه به صورت یکسان باشه. این هم یک مدل. مدل بعدی مدل قلبی هست. یعنی چی؟ برگ‌های ما شکل قلب داره. ما دقیقا از وسط این کار شروع میکنیم، میایم بالا، این رو خیلی آروم میاریم پایین و سعی میکنیم با ابزارمون یا با دستمون فرمت برگ قلبی بهش بدیم. باز اینها همگی مدل هایی هستن که کاملا دلخواهن. شما میتونید فرماشون رو عوض بکنید، فرمای دیگه ای بهشون بدین، اما معروف ترین فرم هایی که معمولا برای گل های رزینی استفاده میشن یا این شکل برگی هستن که بر برگامون استفاده میکنیم، یا فرمت قلبیه که حالا میتونید با دست شکلش بدین یا میتونید از اول هم روی قالب بذارید، روی قالب فرمش بدین، هیچ فرقی نداره. الان مثلا توی این کوچولوه چون یه مقدار سیم مشکی ما ضخیم‌تر هست، شاید فرمت قلبیمون میبینید قشنگ‌تر در میاد. شروع میکنیم این رو فرم دادن. خیلی وقتا حتی نامنظم بودن این فرمت قلبی هم خودش یه استایل برای کار. بنابر سلیقه خودتون میتونید فرمت برگ ها رو عوض بکنید. این قسمت اول و نحوه فرم دادن سیم. مرحله بعدی آشنایی با انواع رنگ هامون هست که درود بر شما. رسیدیم به مراحل آخری تهیه گل‌های رزینی مفتولیمون. اینجا من برای اینکه زمان ویدیو زیاد نگذره من مایع رزینم رو آماده کردم، همونجور که تو همه پیج هایی که حالا درس میدن یا حتی از مواد جایی که رزین رو میخرید میدونید، نسبت ترکیب رزین اپوکسی نسبت رزین به هاردنر 2:1 هستش. یعنی اینکه ما به ازای هر واحد که رزین میریزیم 2 واحد هاردنر اضافه میکنیم. منتها چیزی که هست، ما برای این گل‌های اکسسوریمون نیازمند این هستیم که از رزین غلیظ استفاده کنیم. چرا؟ چون زمان گیرایش سریعتر میشه و کار ما تمیزتر در میاد و از این محدوده گل‌هامون بیرون نمیزنه. همونطور که میبینید اینجا من اومدم نوار چسب رو برعکس کردم. این گل‌هایی که با مفتول دفعه پیش بهتون آموزش دادم رو
پیچیدم گلبرگ ها رو و چسبوندم روی چسب شیشه‌ای معمولی از این چسب پهنا. شما میتونید از جاهایی که مواد رزینی میفروشن چسب ضد نشت هم بگیرید، ولی تقریبا همون کار میکنید. کار ما چون انقدر کوچولو و ظریفه خیلی احتیاجی نداره که ما قطعا حالا حتما از اون چسب استفاده کنیم و هزینه دیگه از همین چسبایی که تو خونه داریم هم میتونیم استفاده کنیم. من اینجا رنگ رو به رزین اضافه نکردم که توی مرحله با هم دیگه استفاده کنیم. من گل‌هایی که میخوام بسازم گل‌های صدفی پودری، یعنی صدفی و ماته. امروز میام چیکار میکنم؟ در رنگ صدفیمو باز میکنم به اندازه‌ای که دلم میخواد این کار حالت شاین داشته باشه. یه کوچولو از این پودر صدفیم داخل رزین میریزم، همش میزنم، میام شروع میکنم اینو از یک جهت هم زدن. همونجور که میبینید یک رنگ صدفی خیلی جذابی به من داد. سعی میکنم هیچ گوله‌ای از پودر توی موادم نمونه و از اونجایی که من دلم میخواد یک کوچولو این حالت صورتی گل بهی بگیره، بعد از اینکه رنگ پودریمو اضافه کردم و کاملا دقت میکنم که به صورت یک دست اضافه بشه، میام از رنگ خمیری صورتی اینجا استفاده میکنم. این درش هم رفته توش، من از این بغل همونطور که میبینید رنگای خمیری یکم سفت‌تر هستن به این صورت، مثل رنگ روغنایی که ما تو کار استفاده میکنیم. من همین مقدار کوچیک رنگ کافیه. میام داخل موادم این رو میزنم، کاملا مخلوط میکنم تا ببینیم به چه صورتی میشه. من میخوام یه حاله صورتی کمرنگی به این موادم بدم. الان یه حالت مرواریدی طوری شد، حالا نمیدونم تو دوربین کامل مشخصه یا نه. من خواستم یه حالت مرواریدی شاینی داشته باشه، شاین مرواریدی داشته باشه. همش میزنم قشنگ. سعی میکنم این لیوانای یه بار مصرف حتما توی لیوان یک بار مصرف کوچیک درست کنید که بتونید هم ظرف رو بعد از استفاده بندازید دور، همین که آسیب نزنه به وسایلتون، چون دیگه رزین از روی مواد پاک نمیشه از روی ظرفت. خب اینو یه ذره بهش زمان میدم. یه چیزی که اون دفعه میخواستم بهتون نشون بدم، این یه از این کانزاشی های مخصوص موه. شما حالت کروم این رو میبینید که به چه صورتیه. اگر خواستید پروداکتی با این شاین و این ویژگی درست کنید، کافیه با یه قلمو، مثل قلموهایی که برای سایه، براش‌های سایه استفاده میکنید، روی این قسمت زیری شما تاچ کنید. یعنی قلمو بزنید توی پودر کروم و اینجا رو تاچ کنید و بعد رزینتون رو بریزید. وقتی کار رو از روی سطح جدا میکنید، دقیقاً یک سمت کار اینجوری حالت کرومی باقی میمونه و یک سمتش که این حالت شیشه اینه یه محافظ روش قرار میگیره و یه قیافه جذابی پیدا میکنه. خب تو این مرحله ما میایم، الان احساس میکنم رنگم به اندازه‌ای که دلم میخواست کاملا ترکیب شد، هیچ تیکه نامناسبی نمیدونم گوله رنگی توش نیست. شروع میکنم با این چوب بستنی های پلاستیکی، سعی کنید این کار بکنید چون جلوگیری میکنه از اینکه حباب بیفته توی کار. یک مقدار از موادم رو برمیدارم و به آهستگی روی این سطح هم میزنم. حواسم رو جمع میکنم که این مواد من کاملا لبه تا لبه سیم رو کاور کنه. به همین صورت. بله کاملا هم مشخصه. من شروع میکنم گلبرگ ها رو پر میکنم، بعد میام نکته هایی که باید بهتون بگم رو میگم. فعلا من ویدیو رو پاز میکنم تا مرحله بعدی. خب من اینجا تمام گلبرگ هام رو با مواد پر کردم. سعی میکنم تنظیم کنم موادی که داخل گلبرگ ها رو میریزم خیلی زیاد نباشه، از گلبرگامون بیرون نزنه. ولی اگر در نهایت مثل این کار ما یه کوچولو بیرون زد، این رو بعداً میتونیم که زمانی که هنوز کاملا سفت نشده و ما میخوایم این گلبرگ ها رو جدا کنیم از کارمون،
با یک انبردست کوچولو یا سیمچین کوچولو میتونیم اینها را اضافه هاشو بگیریم. نکته ای که میخواستم بهتون بگم اینه که این رو ما نزدیک به 5 الی 6 ساعت زمان میدیم این مواد خودشون رو کامل بگیرن. خواهش میکنم در حین کار با رزین حتما از ماسک استفاده کنید، دستکش استفاده کنید، مواد با پوست دستتون تماس نداشته باشه، از لحاظ این نکات ایمنی رعایت بکنید. بعد از اینکه رزین رو ریختیم یه مقدار حالت پخش شدگی داشت روی همین سطوح، ممکنه ببینیم جایی از این گلبرگ ها مثل همین کاری که شما میبینید یه ذره فاصله داشته باشه. ما زمان داریم که اینها رو برسونیم به سیم و اینا رو پخش یک دست بکنید. حتما از یه سینی پلاستیکی زیر دستتون استفاده کنید که میچسبونید که دیگه بهش احتیاج نداشته باشین، چون ممکنه رزین روش چکه کنه یا نشت کنه که ابزار کارتون از بین نره و بتونیم سینی رو برای این کارها استفاده کنیم. پس من 5-6 ساعت به این زمان میدم. موقعی که خواستم گلبرگ ها رو از توی کار در بیارم نحوه فرمدهی رو بهتون نشون میدم. چرا میگم 5-6 ساعت؟ برای اینکه رزین اون موقع هنوز قابل انعطافه، ما شکل گلبرگ ها رو بهش میدیم و بعد از اینکه خشک شد دیگه کار ما قابل انعطاف نخواهد بود و خشک و سفت میشه. پس ما یه زمان کوتاهی برای فرمدهی سیم ها و گلبرگ هامون داریم. بعد از اون دیگه کاری از دست ما بر نمیاد و اون کاملا فیکس و جاویدان به قولی میمونه. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار، تا برگردیم با مرحله بعد.